خوجان رفت بدیم خیلی اکامه نمیز روبو ما 400 سوم خرید دادم باور کنید بسیار خدمت کردی من روبو بعد این روبو ماره گرفتن روزا 200 300 400 گذونده بود زنده باشن اکا امید اینا نگاه بدون در کجاندگی کجا اخوتی ولایت سرخاندریایی نوحیه سریوسیو ازبکستان آمده هستند برای حرمت و احترام من شما خدا نگهبان سلامت Xtomuna xona xtomuna. Ha. خشتمانی نوز داماده دوست می‌دارد خشتمانی گنده یا خدا بردارد از خانه برآمدی و دست گرداندی خشتمن تر از ویچی که من ماندی بندی دلی سفیدی جلونم رم در قاشی سیاهی دختری خونم رم هر رفت و دوشگو توری کند کاری منایه توری نکند روان کند یاری منایه بردم بی بی اقوى گذشتم بی بی جان و دلی من فدای نامی بی 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 میگوزی از انگره دادری جون در ملکی پدر باشد و همراحتی جون آچه بمرم آچه دلرم میکرد افتاد گرمی ها بخشنی شبم میکرد آچه مرا میپایید به قیماقی تگا لیلینا سلام میرم دوسته کس مسکا باز ناو شد اینجا زور شد ها این اون فانت تاثیر که یا کلشو مزند بود زور جودوری برام پشتی شخی خرسخانه اشتا کشم آیم بران از خانه سالی من و سالی دخترت هندونه کاشکه کی تو را نصیبی من گردونه اکو عباس مخلصای ازبکستانتون به چی گفتنی هستند؟ همون نوار خداخواد در کانال ما هم اینترنت میبرد چی گم؟ من همون تماشابینان جمهوری برادر ازبک به چی گفتنی هستید؟ چی میگوید؟ شما چی میخواهید گفتن آخه همونو؟ من همین دو برادر دیدم من شما خال کرده گفتی زرافشان تاجیکستان اومدن خوش آمدید اکو اوله رمضان خوش آمدید یک جهان تشکر تی من همین دیاری بابای رودکی استاد عزیز لایق شیرالیا سایر و سلامت باشیدون کم نشویتون من اکو عباس هم رو تقدیر کرد که شما بخوردن اکو عباس همون طرفای همینو اسکو بسیار آدم است که شما میشناسن چی گفتنی هستی میرید میگم آخه اونجا تو اگه دعوت کنم هم میرم خدا خواهد میریم ها نصیب ها تقدیر کرده باشد وقتی شما میریم این ماشین نقطه ماشین منو چی بده ماشین مقل ده ماشین مقل من ماشین گان ماشین نقد ماشین مفروش میشم کجا رفت بدیم وقتی تمام اینجا رفتیم قالی هفت کلام رفت بدیم قالی کجا روان میگم که ماشین اکو عباس ماشین اکو عباس گفتی فرق کنید هفت کل رفتیم وقتی وای هفت کل کجا بود فرو رفتیم کتی کی رفتیم وقتی شما تو اکوی تاشپولاد شعری چی خوندن شعری چی خوندن گه تاشپولاد آهنگ و سنگ و پولاد خدمت کردی به خلقت آفرین حلالت باد تاشپولاد آهنگ و سنگ و پولاد خدمت کردی به خلقت آفرین حلالت باد جانا چی بود؟ تاشپولاد آهنگ و سنگ و پولاد خدمت کردی به خلقت آفرین حلالت باد جانا
عباس زیق نمیشده من اینجا خونه مهمون میشده مهمونات خورسندی میکردیم تو سهر اودخ میکردیم شما زیق شده در خداوند نگهبان همتونه. یا دوی نکته در مینو بکن میگن که در درونی بنده‌اش نمیدونید که دوی کی قبول شونده دوی کی قبول شونده نه دستی روز میگردیم اکو همجا راچه است الکام دی؟ بعد از نک حالا حساب بیشتر ولی هزمی؟ دوستای عزیز ما اکو عباس خواستیم که خانه این شب با مهمونا یک صحبت ها کنیم دام گیریم دستی روز رسمی بعد یا سنوفکا انا راه ریوادش گفتگی جان همینجا بله بله. خواستیم که صحبت کنیم اکو عباس زیق شدن عیب خودشون بله بله. خب مخلصاتون نگن که اکو عباس تانی میشه به دوستا وارد پروفتورستان نه. زیق شده دوخی ما زیق شدیم. انا اکو چندی وقت باز که گفتید که اکو عباس کنی من امروز تقدیر کرده است با علوی برادری عزیز با مهمون های گرامی قدر نوار کردیم پیشکش شما میگردونیم اکو عباس سلامت باشید خداوند نگهبان هم وقت مهمونا با کشایش جد برای کار زاویه خود دار تربیت کنن آمین الله اکبر. خداوند نگهبان خدا خواهد میریم البته ما شما رو انتظار کنم. یک میریم ماشین وقتی نمیشه تیکو چختی و ماشین زور همین روید شد ماشین گرد ماشین